هلو بریم ببینیم وقتی یه سفر 2 روزه میرم برای لوازم آرایشی و بهداشتی با خودم چی میبرم. خب اول از همه میریم سراغ لوازم آرایشی. برای لوازم آرایشی من معمولا وقتی سفرم کوتاه باشه و نخوام زیاد آرایش کنم یه دونه پالت آورگلاس برمیدارم و این کارم رو راه میندازه. به خاطر اینکه هم میتونم باهاش سایه چشم بزنم، هم میتونم باهاش رژ گونه بزنم، برانز کنم، هایلایتر داره، پودر فیکس داره، همه چی با هم توی یه دونه پالت جا شده و این میتونه سفر من رو سبک کنه. این پالتی که من الان دارم پالت دراگن هست که ادیشن پارساله. اگر ویدیوهای دیگه من رو دیده باشید پالت های امسال رو هم امتحان کردم. بعد از اون برای آبرسانی به پوست از یه دونه کوچولوی لانیج استفاده میکنم، واتر بنکش، که به نظرم چیز خوبی بود. بعد از کرم آبرسان حتما مسافرت که میرم، روزای معمولی هم میزنم ولی مسافرت که میرم سعی میکنم بیشتر بزنم و بیشتر تمدید کنم. از یه کرم ضد آفتاب استفاده میکنم مارک لاروش پوزی. این مارک یکی از تنها مارک هاییه که من وقتی میزنم رو پوستم خوب میخوابه، چرب نمیشه پوستم سری و به هیچ عنوان جوش نمیزنم. این خیلی نکته مهمیه برای من. دوست دارم همیشه یه کوچولو دور چشممو آبرسانی کنم، برای همین از این لنکوم گنفیک استفاده میکنم که یه آبرسان هست، میتونید روز یا شب استفاده کنید. من ترابل سایزشو دارم با خودم آوردم. بعد از اون نوبت میرسه به کرم پودرم. کرم پودری که استفاده میکنم توی سفر عموما ترو مچ هست از لوریال، رنگ 3N من استفاده میکنم که یه رنگ نوترالی داره، یعنی خنثی هست بیس رنگش. شما باید همیشه نگاه کنید ببینید بیس رنگ پوستتون چه رنگیه، بیشتر به آبی داره، بیشتر به قرمز داره یا خنثی هست و طبق اون میتونید همیشه کرم پودری رو بگیرید که به پوستتون بیشتر از همه بیاد. به نظر من توی این رنج قیمت این کرم پودر واقعا کارشو خوب انجام میده و میتونم بهتون بگم با هودا بیوتی واقعا رقابت تنگاتنگی داره. بعد از اون از رژ لبی که استفاده میکنم توی سفر کیکو هست، این دفعه با خودم آوردم. یه رژ لب مات هست رنگ 06 که رنگ نود رو به روز میده. خط لب از کایلی استفاده میکنم که سرد ببینم میتونم بهتون نشون بدم. این رنگی که به اون رژ لب خیلی میاد. دم من در سفرها همیشه لیپ گلاس های فنتی بیوتیه که من 2 رنگش امروز با خودم آوردم، دراگن مامی و فوسی. این 2 تا رنگ یه رنگای خیلی ملایم هست که تقریبا روی همه رژ لبای نود و رو به روزی، رو به صورتی میشه استفاده کرد. ریملی که استفاده میکنم ریمل آپ سفورا هست که این سایز آپ سفورا خیلی خوبه. مشکلی که داره اینه که زود داره خشک میشه. من اینو 1 ماه تازه خریدم ولی ببین همین الان خشک شده، با اینکه من عادت ندارم زیاد ریملمو خیلی در بیارم و هم بزنم، ولی آلردی دورش اینجوری خشک شده، دوست ندارم، باید تمیزش کنم. برای اینکه بخوام ابروهامو فیکس کنم از این سوپر لاک میبلین استفاده میکنم. اینم خوبه ولی اینم بعدیش اینه که بعد از یه مدت خیلی زود خشک میشه. ببینید اینو هم همین حدود 1 ماه خریدم ولی خیلی زود داره خشک میشه و وقتی میخواد خشک شه یه بافت خیلی غلیظی میشه که این خوب نیست. من چون دوست دارم که زیر چشممو بیشتر
پودر فیکس بزنم، این پودر فیکس های هودا بیوتی ترابل سایز هم همیشه باهامه که این رنگ پیچ پایشه. خیلی هم راحت استفادهش، چون اینجوری سرشو باز میکنی در میاری و این پدش بهش چسبیده، میزنی و استفاده میکنی. براش هایی که با خودم میارم همیشه وقتی که میخوام کوچولو سفر کنم، یه براش برمیدارم این شکلی که برای برنز بتونم استفاده کنم، برانزر کردن. یه براش برمیدارم اینجوری برای کرم پودرم. یه دونه براش دو طرفه برمیدارم معمولا برای رژگونه و هایلایتر. و یه براش بزرگتر برمیدارم برای فیکس کردن. یه دونه از این اسفنجام همیشه همراهم، هی تپ تپ میکنم که همه چیز سر جاش خوب بمونه. خب حالا که لوازم آرایشی رو بهتون نشون دادم، میخوام بهتون لوازم بهداشتی رو نشون بدم، چیزایی که با خودم میارم سفر. توی این کیف چی دارم؟ توی این کیف یه دونه پاک کننده 2 فاز چشم دارم از کلینیک که راستشو بخواید اینو بزرگشو خریدم و وقتی میرم سفر هی دوباره پرش میکنم، کوچولوشو ترابل سایزشو هی پر میکنم. از کلینیک همینجور یه دونه از این لوسیون های پاک کننده صورتش هم استفاده میکنم، چون پوستم خیلی چربه، شماره 3 شو استفاده میکنم. یه میتلین واسه دارم که این برای پاک کردن آرایشه، از مارک ریتوالزه، ولی راستشو بخواید خیلی دوستش ندارم. یه جوریه، یه خودش زرده، بعد تمیز نمیکنه، تموم شه دیگه استفاده نمیکنم. در عوض این یکی تونر کیلز بهترینه، محشره. ببین یه چیزایی هم توشه، کالندولا توشه، خیلی خوبه بچه ها. این از این پاک کننده صورتش هم هست. اینو هم همینجور، اینو هم بزرگشو دارم، هر وقت میرم مسافرت دوباره هی پر میکنم کوچیکشو. وقتی میخوام آبرسان شب استفاده کنم از این کلینیک 100 ساعته استفاده میکنم. این هم خیلی فیورت من نیست، از اون چیزایی نیست که من بخوام دوباره بخرمش. به نظرم یه کار خیلی معمولی انجام میده که همین کار رو هم نوتروژنا هم میتونه برات انجام بده و مارکای سوپرمارکتی یا مارکای دراگ استوری هم میتونن این کار برات انجام بدن. این باب میل من نیست. بعد یه دونه از این بالمای پاک کننده آرایش همیشه همرامه، اینجوری برای پاک کردن آرایش کارو جمع میکنه. و بعدش هم از برند کیلز دوباره یه دونه کرم بدن و دست. در آخر عطر گس. این تنها عطر کوچولویی که من دارم. و بوشم رو صورتم هم زدم. یه بوی گل مانندی داره، بد نیست، خوبه. چیزی که هر جا برم از دست من نمیفته و من عاشقشم، آینه خوشگلمه. همین دیگه. این وسایلی بود که من با خودم میارم تو سفر. خدافظ.